به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش بسیار از برادران و خواهران در بابت اون شخصانی که یک درهمی که خیر کردند طعنه و ملامت میکنند و باز آنها پیشکش مردم میکنند، یک قصه کوتاه و یک چند سخن دارم. و البته اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی یا دیم، حق سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. خب قصه که امروز میخواستم به سمع شما رسانم چنین است. یک اربابی، یعنی یک شخص دولتمندی، یکی را کشت و زندانی شد. قاضی همان زمان حکم برآورد که از او قصاص گرفته شود، یعنی به دار آویخته شود. غلام این مرد دولتمند از بیرون یک چاه کند و به داخل زندان وارد شد و نیمه شب صاحب خود را، یعنی که اون دولتمند را فرار داد و همراهش از آنجا گریخت. اندکی از شهر بیرون شدند. غلام گفت: ای خواجه، تصور کن که اگر من نمی بودم الان تو را در زندان برای نوشتن وصیت‌نامه آماده می کردند. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران خواهم کرد. نزدیک طلوع بود و غلام باز گفت: ای خواجه، تصور کن که اگر من نمی بودم حالا با خانواده‌ات وداع داشتی. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران خواهم کرد. اندکی راه رفتند. همین که غلام میخواست چیزی بگوید، ارباب گفت: تو برای خود برو، من برگشت خود را تسلیم میکنم. من اگر اعدام شوم یک بار خواهم میمیرم، ولی اگر زنده مانم با آن منتی که تو خواهی کرد، هر روز پیش چشم تو هزاران بار کشته و زنده خواهم شد. ارباب برگشت و یک بار تسلیم مرگ شد. الله تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 264 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خیرات خود را به منت نهادن و آزرده کردن تباه مکنید. خب این موعظه به کی دخل دارد؟ با آن شخصانی که در دوبارهای پیش گفته بودیم در حق برادر سیاوش هر خیل فتنه انداختند و مردم را به هر خیل گمراهی برده، از آنها اچات و پچات و هر خیل سخنها طلب کردند. با اون شخصایی که یک درهم یا که 50 کپیگی 50 روبل صرف کرده به جانی که فی سبیل الله، یعنی که به خاطر الله بگم، اون خیرات خود را حتی با نوارها و برخیل کارها منت کردن. الله سبحانه و تعالی همین ما و شما را مغفرت کند. دوستان من، هر یک خیری که میکنین، باز تکرار میکنیم که هر یک درهمی که به خاطر رضای الله، به خاطر خیر میکنین، در نامه اعمال شما خیر نوشته می شود. نو بس از آنه که اون مرد گرنده اون سوم را به کدام را صرف می کند، چون که شما از این بیخبرین. خب دوستان من، پیش از آنه که برخی فتنه کارا داده شوین، اول خوب اندیشه کنین، خوب یک بار اون حدیث های و اون آیت قرآن و وعده الله سبحانه و تعالی به یاد بیارین که به هر ذره نیکی ما و شما الله تعالی از 10 تا 700 ثواب هدیه می کند. به هر ذره کاری بدی ما و شما یک گناه. یعنی که الله تعالی این برکت و این نعمتی که برای امت مسلمان، یعنی که امتی کلمه گوین هدیه کرد، برای یک کاری ثواب از 10 تا 700 ثواب، برای یک کاری بعد یک گناه از یک نزیاده. نگفت که برای یک ثواب برای یک گناه 10 گناه، نه، گفت برای هر یک کاری نیکی که بنده من میکند از 10 تا 700 ثواب در نامه اعمالش نویسین. پس به حرمت خداوند باز تکرار میکنم که به هر خیل فتنه کارا اهمیت ندهین. خیر کردین ماشاءالله، الله سبحانه و تعالی همون را مقبول درگاهش کند، لیکن طعنه و ملامت و منت از اون خیری که کردین نکنین. حق سبحانه و تعالی با اون برادر ما و شما سیاوش قوت و توانایی و دست و پای روان برا دهد و تا که اون خیری که شما میکنین به خانه هر یکم برادر و هموطن ما و شما برده رساند و دعاهای اون برادران و خواهرانی که الحال در حالت وزن قرار دارند مقبول درگاهش گردانه و هر اون برادر و خواهری که در شهر مسافری با کار زندگی مشغول است برای کار رزق و روزی حلال و البته ایمان و اراده مستحکم نصیب گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار نگهبان هر یک ما و شما باشد.